بریم سراغ ساختار to be going to یا همون be going to. ببین این ساختار برای خب مشخصه دیگه، فرمولش همینی که هسته. کابل اولش برای بیان برنامه ها آینده که قابل تغییر باشه. ببین ما توی حال استمراری این بالا چی گفتیم که وقت گرفتی هماهنگی کنیم، ولی اگه فقط از ذهنت گذشته یا خود گفتی که خب دوشنبه برم این کارو بکنم، مثلا چهارشنبه میخوام برم دکتر، حالا شاید نرفتم چون اصلا هنوز وقت نگرفتین، کاری انجام ندید، بنابراین کاری که قطعیت هنوز نداره، هماهنگ نشده و قابل تغییر هستش، از ساختار be going to استفاده میکنه. مثلا میگم going to see my doctor this Monday is going to attend a meeting in Tehran. خب اینا رو میتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. کاربرد دوم be going to برای این پیشبینی آینده بر مبنای شواهد فعلی هستش. مثلا شما ابرا رو میبینید تو آسمون، میگین اوه قراره بارون بیاد، یا شب میخواد بارون بباره. Hey look at the clouds, it's going to rain. یا Hey look out, you're gonna fall. می بنده خدایی داره با تلفن حرف میزنه. آره عزیزم قربونت برم، چش حتما، اینجوری سر به هوا داره میره، جلوش هم یه چاله است، الان در واقع میوتی. مثلا ممکن تصادف کنه، میگه آقا مواظب باش، you're gonna fall, you're gonna have an accident و به این شکل. مرسی.